عزیز اومدیم شهر حصار، باغ اکای اعظم، برادر معظم، نزد نکترین زرد. بسم الله الرحمن الرحیم. نکترین زرد یک درخت برای من مونده است که من نوار گیرم. بسم الله الرحمن الرحیم. یک خورده بینم کنی این ادونش جدا میشه است، نه ادونش جدا شد. باز بسم الله الرحمن الرحیم. اینا قند و شکره اصل. جوره جون از این چند درخت داری تو؟ 50 درخت داره. 50 درخت. این مایده او کلونش چینده می؟ کلونش چینده. این چند پولی رفت؟ 15 سوم. 15 سومونی رفت. اوش شود. با اون طرفش کار نداریم، چند سوم میکشم. درخت چند ساله است؟ 4 ساله شد. 4 ساله شد. 4 ساله شد. با طوری کوسه شکل شما شکل دادید. دوستان عزیز کوسه شکلش همین است که موبایلش رو میبرد خالی میکند منه و گیر و گیر میموند. دوستان عزیز من این در 2 گکتار بینید شفتالو زور است. 15 نمود شفتالو بوده است. از ماه 15 مای سر کرده فروختن شروع میکنه تا 15 اکتبر یا نوامبر گفته ده تو نوامبر میفروشد. من چندی مرتبه اینش زردش بوده است. چندی مرتبه به شما گفتم که باغ کنید گکتار رو، لیکن یک نمود شفتالو نه. خیلی از اول بهار تا تیر ماه شفتالو فروشید، اون وقت شما صاحب پول میشوید. مهنتش قین نیست. برای کسری نشدن 2 مرتبه دورو میزنید که برگش جنجک نزند و دیگر تمام آب میدید و اما فاس کم کم گردش ملایم میکنید. دوستان عزیز در پناه خدا باشید. من به شما یک نوارهای بهترین رو از شهر حصار فراوان کردم که شفتالو زور بهترین اینجا بوده است. بهترینش که از طبق علمی این کس شفتالو پروری میکنند. از همجان رحمت به شما. من دائم به آدمو تکرار میکنم که تنها و تنها باغداری رو در سطح علمی در سطح کشاورزی کردن در کار. خوجم باغدارم نه. علمی کنید سری وقت آذوقه‌اش رو تید. موبایلش در هر خیلی درخت شناندن هر ها موبایلش رو با شفتالو دیگه سورتو شناندن هر کار که گردالودش نقض میشه. گردالود کنه. من اینم یک علمی است که برای گردالود کنی در موبایل با دیگر نوها رو میشناند. 3-4 نمود دیگه شفتالو در موبایلش هست ده. آره گردالود شویش نقض میشه. اکنون شما این را ابرز که زیلونه نمیکنه ده؟ وقت دانست؟ وقت نیست باید کنیم. باید کنی وقت نیست. یعنی میشه نصیب شما میشه تو آخری سپتامبر ممکنه کردنم زیلونه ابرز کشید. تا آخر سپتامبر ممکنه. خب دوستان عزیز من با تکرار به تکرار همه آخری ایول دکنی آگوست تمام کنی نازه. بله. زیلونه ابرز کرد. زیلونه ابرز که ایول آگوست کنی بهتر درست میگه. تو داریم اگه درست. از درخت که دیدیم پایان دیدی. شما همین شفتالو پروری خودآموخ بودی یا خونده؟ خوندم. خونده؟ از چی؟ از یوتیوب کانال روسیه. از یوتیوب یاد گرفتید و مانند من. همش یوتیوب هم اساس کس کانال هم خیلی. کانال انگور و باغ تماشا میکنه؟ گفتی که مخلصی گفتی. مخلصی. گفته مردک میگی. یک جهان تشکر. دوستان عزیز من باز تکرار میکنم که وقتی که شما این یا آن باغ میکنید حتما با استفاده از علم باغ کنید. علم ساحه کشاورزی روید، دانشگاه اگراری روید، پیش استادا روید، استادا رو پرسید. سیدعلی مامورش که خزینه طلایی این ساحه است. باید شما آن کس درس گیرید، رفته پشت درش شینید تا بیایند قبول کنن شما رو، تا شما درس گیرید، زارو و توالا کنید. پروفسورهای ما رو شما باید دو گیرید از سستوی معلم ها. شما یک عمر باید درس خونیم برای باغداری ما پیش رفتن، چون که ساحه کشاورزی ما معلم های بهترین داریم و ما باید از معلم هایمون درس گیریم. دوستان عزیز در پناه خدا باشد. خدا نگهبان شما باشد.